بیاید با هم قفس چیکو رو تمیز کنی. چیکو رفته اینجا منتظره که قفسش تمیز بشه بره تو قفسش. بچه‌ها اول از همه باید کاورش رو در بیاریم. من کاورش رو در میارم، بعد بهتون نشون میدم که چجوری باید آشغالای داخلش رو خالی کنید. کاورش رو درآوردم، ببینید چقدر آشغال داره. حالا این آشغالا رو باید چجوری خالی کنیم؟ باید اینو ببرید تو سینک و کلا کاور رو برعکسش کنید تا آشغالاش کاملا خالی بشه. بچه‌ها کاورش کاملا تمیز شد و هیچ دونی دیگه داخلش نیست و مرحله بعدی میریم سراغ خالی کردن وسایل داخل قفسش. این دوتا کاج رو شاید براتون سوال بشه چرا گذاشتم، چون عروس هلندی عاشق چیز نیست گاز زدنن و کاج براشون خیلی مناسبه. پس بریم وسایل قفسش رو در بیاریم. بچه‌ها وسایلش رو درآوردم، چون حباب قفسش رو نمیخوام بشورم الان. این گچش رو با این تابش رو در نیاوردم، فقط این چیزی که پاش نماله به دستشوییاش و این سینی زیرش رو تمیز میکنم، دیگه کار خاصی نداره. بعد برای تمیز کردنش من میبرم داخل همون، اینو در میارم و این ستا رو میبرم داخل همون. الان بهتون نشون میدم. بچه اینو از زیریاش جدا کردم، اینا رو آشغالاشو خالی کردم تقریبا تا برم بشورم چون خیلی کثیفن. میشورم، خوش میکنم، میارم بهتون نشون میدم. بچه‌ها اینم شد نتیجه زیر کار. حالا بریم مرحله بعدی. بچه‌ها مرحله بعدی باید با یه دستمال تمیز و خشک همه این زیری‌های قفسش رو تمیز کنیم.